دوستان عزیز، اینجا دره رومیت است و این حال ما قرار داریم در لب دریای کوفرنیهان. همین دریا دریای کوفرنیهان است و دوستان عزیز میخوایم یک سفر داشته باشیم، یک سفر خاطرمان باشد و با همراهی گروه از شریک درسان آمده ایم و میخوایم لحظه های جالبی همین سفر خودمان رو که در دره رومیت برگزار می شود انعکاس نماییم و همزمان همون گوشه های جالبی این سفر ویدیو تهیه نموده. با گروه از دوستان در سیر بهاری مهمان کوهستان شدن را نیت کردیم و نوابسته از ناجوری های هوای بهار به جانب دره خوشهوای رومیت روان شدیم. نیت از این سفر آشنایی با فرهنگ و شیوه زیست مردمان که بود با خطسیرهای محلی جانب دره رومیت راه گرفتیم. با رومیت گفتن یک دهه و یا یک دره محدود در نظر نیست، بلکه دره های زیاد با دهه ها و مردمان خیلی عجیب و نجیب به اندیشه کس می آیند. ما به جانب دهه صیاد رومیت سفر می‌کردیم. از مرکز شهر وحدت با تاکسی‌های رومیت که قد دریای کوفرنیهان تا موضع اوبیلوی می‌رسد رفتیم. از تاکسی در نزد پل موضع مشهور به اوبیلوی شوشوی کنار رود کوفرنیهان خاطره انسان را از ناجوری‌های زندگی تازه می‌کرد. واقعاً بزرگان می‌گویند مشکلی و ناجوری اگر در زندگی رو نمود حتماً رازشنو و راز نگهدار دریاست که باید کنارش رفت و درد دل کرد. سرسری پشتم میرای کب کار کشتم میرای ای خونی کب کی چاری نام نوشتم میرای سرسری پشتم میرای کب کار کشتم میرای ای خونی کب کی چاری نام نوشتم میرای ای خونی کب کی چاری نام نوشتم میرای بالای بامه قربانی نامه با بقراری میشم غلام با بقراری میشم غلامته. ما هم لحظه انتظار ماشین های محله دهه صیاد که از همین موضع می رفتند در کنار دریای کوفرنیهان آوازدار دم گرفتیم. بعداً با دسترس شدن تاکسی های دهکده صیاد با خوشی و خرسندی از راه های کوهی و دشوارگذر گذشته با تماشای طبیعت عجیب و پر از زیبایی ها به دهکده صیاد رسیدیم. دهکده صیاد تابع جماعت رومیت شهر وحدت بوده، دارای 58 خواجگی، بنگاه طبی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 شهر وحدت، نیروگاه آبی برقی خرد صیاد، مسجد محلی و همزمان چند موضع اعتقادی و تماشایی است و کوههای زیاد و دارای نعمت‌های طبیعی را فراگیر است. درود دوستان عزیز، این لحظه ما در یکی از دهه‌های خوشباد و هوای دره رومیت، دهه صیاد قرار داریم و همصحبت ما هستند اینجا حاجی فخرالدین و امید می‌بندیم که یک صحبت عالی خواهد بود و درباره تاریخ دهه صیاد می‌خواهیم و درباره اون امکاناتی که امروز در این دهه وجود دارد صحبت نموده باشیم. در این دهه تولد شدیم و سالهای 49 سال اینجا موجود شد. مردم به هر دیه و رایان ها قشلاق‌ها سفر کردن، زندگی کردن. اینجا مکانهای با همون خوب و خیس و هوایی شد و در نتیجه من همین زیاد شدن مردم در طبع دیگر جان نه و مردم ایسته با وطنهای خود را آمدن و آباد کردن با شیشتمون زندگی خودشون بردیم. حاجی با اکنون بیاید کمتر درباره تاریخ دهه صیاد گپ بزنیم. این دهه کی پیدا شد؟ مردمانش از کجا؟ ما کودک بودیم، کلانا نقل میکردن، بسیار کلانا نقل میکردن که دهه صیاد اصلا
ای سیادی کلوب اومدگه سیادی کلوب اگه اینجا یک چیزای نامعلومه که دوری نعمت الله گفتنی پادشاه در کلوب پادشاه بوده همه تیمورلان پسر شوی میکنن برای کلوب زده گرفتن 40 روز حرکت میکنن نمیتونن رخنه کردن نمیتونن همین رفته به هندوستان همین که آدم جمع کرده آورده با افغانستان گذاشته همین کلوب امارات ها رو به زمین حوال میکنن مردمش به هر جا میگریزن میرن یک قسمت من رومی طرفای بروا این برده هفت چشم رنگی نو میگن این برده طرفای نصر و باراتگی موجود شدگن همینو اینجا نامی همین سیاد سیاد کلاب هم کلانا من گفتن که ما آدم شندگیم که سیاد اینجا سیاد کلاب هم دیگه بود کردگن اینجا یک مزاره خوزیسا که بناگردان میگن با می کلانا همین آخری که تاوتش به هوا آمدگه نامعلوم که این روایت آمدگه همینجا خوب شست همینجا ده همینجا که همین هم از دیگه کلاب آمده همینجا خوب شده یه سال الله رو نصر 49 ما مایده بدیم بخاطر ما همین موجود شد اینجا رو همه کلید کردن تا جایی که ما میدونیم شما از همین گیاه ها و این چیزایی که هستن و در کوهستان مخصوصا بسیار میشوند آگاهی خوب دارین میگفتید که کدام نوعهای گیاه ها مخصوصا در همین دره سیاد در همین دهه سیاد هست و مردم اون چگونه استفاده میبرند و شما که یک نفری هستید بسیار شوق دارید به این چیز چی توصیه میتید آدمون میبیان پیش شما پرسان میشوند از بسیاری رفیقا نزد من میبیان میپرسن تحت تو مثال خدایی یا رقص بازی یا که مرکه یا راه کسیلوشون آغاز میکنن خیلی یک چی میگیم خیلی شما خدا شفا میگن من مثال در اینجا الفای خود مثال تخچه هم تخچه تحضیق قانون شد به جا بردن نمیتونن هیچکی همین بروی اشتیار نیست یا که تلخدان در بروی یردان داره یا برگه که همه تخچه پیاده در میپرتویی نیست یا 10 میلیون یک خود میگیری هم دامو چیز یردان میکنن تلخه هم اشتیار میبیرن بهترین خوب با چیز های نیاز بود برای کسی کم ما دادیم فایدهش دیدیم کسی کم دا داروی تازه‌ای استعمالی کم خیلی داروهای کم خیلی گفته نیست میدی انا فایدهش کلونه با درجه هورمون نداره برای کودکان شخصا برای دیگر میشن کلونه دارن هورمون داریم همین دو طبیب در ترکیه اونده اویلو همین دو آدم که ما رو خوردیم هر دوشم کتاب نویسن محمد شد بر خاطر فراموش شد اینی علاوه چنده فرانده چون که شوندمی اویلو ما به چیزیم هم صحبت که اونجا شتوت بود خوردیم بیا ایکو فروندن بعد ما پرسیم و گفتیم که شتوت خوری آمدیم که برای دیل ما فایده کنه بایا خان دیدن با ایسون کسون برآوردن درستگی دادمونه گفتیم که همین دارو بنا میمی ازمه برای درد یه ریسینگ 300 پوله ما امریکا برفتن ما 10 سال کافتم همین همین چه یادم همینجا بود یادم شد خیلی و چکریچنی تورنتی راتی برام بودیم یک خیال سنگ دا همون یک دوست بده هر چند ماه میره وای من کشیده سر صوت چیز بریم به خدا ایمیدی تو چپر رفتم ایمیدی با خرم گردم بستم بامدم همینجا اومدم همین عالم شو امیر شش کفتم بهار سوز اما عالم شما ایمان اعظم فهمیدی با یافتم دو سه جو یافتم یعنی خیلی علفا داریم در اینجا دولت کاری میگن رسید چیلویی اخیری
میگه کوی نو میگن هست همین هست. یکی اینجا الفای داروگی بسیار با من هزارستان در سیجده بسیار داروگی بسیار خیلی میبگی باشه هست همینا رو بسیار شناور میکنن. انا همین دوستان دو اینجا الفای با خصوص داره من چکریایش که نمیدونم. انا چکری ریسش با خوچی تیرک میجوشونی چکری رو ریسش میجوشونی بابا گرما گوش میکردی با خوچوی تیرک میجوشونی آدمایی که کسیل خنده میتهی فایده داره. آدمایی کسیل سیله با روغنی گفتن میجوشونی میتهی فایده داره. بشه چکری را کدام مزار هست گفته نه اینجا چی نام داشت؟ اینجا یک خوجی ساخی بلاگردان های مرقب گریتیگن ارچی کلان های همینجا ده اما کلان های بال نمیدونم در کلان ها شیندام دیگه میخوایی که همین تابوتش خودش آمدی ایکولا با مدیگه همیش خوکش دیگه همینجا هیچ شده مرقب داره همین کلا. با بغیر این مزار چی جایی است که اگر یک توریست بیاد چه از خارج کشور چه از داخل کشور برای جالب میشه؟ مثلا شاید اون مزار هست، شاید اون مسجد تاریخی است، یا شاید اون جای دیگری هست، اون سنگی هست که روایتی هست درباره، یا شاید اون درختی هست. چی چیزهای جالب هست؟ اینجا خوبترش کن فهمو باید مردم دو آبادی تریتوری همین که همین فوج ساقی بلاگردان که تابوت شب جمعه گو کردگه همینه. بعد قالی کوفر میگن اینجا برو پریم مزار ده بود قالی کوفر میگن. این بود مو پرس سراغ هم نکردیم یا یقیدی کارم نه که قالی کوفر هست. مردم زمان به همین گونه جایها اعتقاد داشتند، اما امروز اکثر آنها همگی یک فرهنگ میفولوژی و یا فولکلور هستند و خلاص. دهه سیاد هم مثل دهه‌های دیگر از مرکز تاجیکستان عزیز و حتی مرکز شهر یعنی وحدت 10 کیلومتر دورتر قرار دارد. سیاد شرم کن من جانیم جانم را قربانم بکن اما مسوزان آشیانم را قربانم بکن اما مسوزان آشیانم را